شگاه بزنی خوب گوش میکنم یکم روزی وخری را باید داری؟ باید آوردن نمیخوام بعد میدونی برای چی یکم ای ماشین مفروم آدم وقتی که وخری شما انیق شد در سر ما نقشه پیدا شد معلوم بود که سخت دوستش میداری و رد کردن او ضربه سختی بود برای تو روزی وخری ایو خواهش کردم که ترا رد کنه در اول روزی نشید یوسف را گشته نمیتواند یوسف برای راه گشتنش یک جراحی جدی نیاز دارد اما وی روزی نمیشود یوسف تو را خیلی دوست می‌دارد برای به پا خستن یوسف کمک تو لازم خیر کمک تو باید یوسف را در همه حال قبول نکنی وای در کدام حالت باشد من وای را دوست می‌دارم قبول میکنم نه من این کار را کردن نمیتونم دلنوزه مجبوره دیگر یگان راه نیست و بعد سخنهای او را تأثیر کرده تا برای جراحی راضی شدی مقصد مرام همین بود تمام روزی جراحی دلنوزه را زنگ زده همراه ما در بیمارخانه بود ترا در او حالت دید باور که سخت ترسید تا روزی به خود آمدن تا ای بالای سر دور نبود در این 6 ماه او چی حال داشت خودش میدونه و خدا ما در تماس بودیم ما دایم ای حالی تو خبردارش میکنم مقصد ما با پا خستن تو بود خدا را شکر که همه خیلم شی اول خدا دویم دلنوزه سبب شد که تو شفا یافتی و با پا خستی انا همو بالنسا انا همو کور همش انا همه چیز بود تمام ای بین این قدر کار گذاشته چی به یک بار مرا نگفتی اگر من ترا میگفتم تو در این کار راضی نمیشدی میدونی من امروز دختر بیچاره را چی گپا گفتم وای عمری دارم ممکن مرا نبخشه ایشم خبردار بودم این قدر کار کردن نکردی اگه مرا بگو که من چی خیلی وای بخشش پرسم تو زیغ نشم و همشه حل میکنم غالب رحمت برای همش تو بهترین میسانی Je te fais plus la première fois ce soir et j'ai besoin de te revoir tout le monde demande comment ça va حالا با یکی سعید سینا دکجایی؟ سیامم oldu که همین اپتیکای درمان ده اچکیچه گیرم افتون وقت ما بخیر بیام یه رستوران داشتگیم باز ادرس چه اسمس میکنم بدا شوست را بیان ناشتگیم ولی هیچ چیز کس نکردم بیا تست کن تمام از میام اکا همشه گیرم مایل شکا